سلام و درود خدمت تک تک بچه‌ای که تا آخر کتاب منشن آ1 همراه من بودین. تبریک میگم بهتون که امروز آخرین درس کتاب منشن آ1 رو با هم میخونیم، یعنی درس 24 رو با هم پرقدرت و پر انرژی امروز میخوایم دیگه این کتاب رو تموم کنین. کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، لایک و شیر و کامنت هم فراموش نشه. پرقدرت بریم درس 24 رو با هم بخونیم. بزن بریم. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. رسیدیم به آخرین درس کتاب منشن آ1-2 درس 24 رو. واقعا بهتون تبریک میگم. خب بیایم صفحه 68 کتابمون. صفحه 68 کتابمون. خب گرامر این درسمون در مورد اوردینال تالن که برای داتوم استفاده میشه. اوردینال تالن بچه یعنی اعداد ترتیبی و داتوم یعنی تاریخ. اعداد ترتیبی رو در داتوم تاریخ استفاده میکنن. مثلا میگم یکم، دوم، سوم، چهارم. بین ما میگیم اعداد ترتیبی که ببینیم که در زبان آلمانی به چه صورتی استفاده میکنن، یعنی چجوری میسازن. خب اعداد ترتیبی بچه‌ها heute ist der 8. Januar، یعنی که امروز هست 8 ژانویه. خب اینو چجوری ببینیم؟ ما عدد در واقع 8 و 8 داشتیم، الان اینجا میبینیم که در واقع 8 هست. پس اعداد ترتیبی فرمولش چجوریه بچه‌ها؟ بنویسیم برای اعداد 1 تا 19 برای اعداد 1 تا 19 یه دونه ت اضافه میکنیم بچه‌ها، یه دونه ت اضافه میکنیم. خب ولی استثناء داریم برای اعداد 1 و 3 در واقع استثناء داریم. خب عدد 1 که آینس میشد دیگه در حالت معمولی، ولی اینجا شده اخسته، ولی اون ت رو داریم. پس یکم میشه دا اخسته، دوم میشه توایته، سوم هم استثناء داریم. درای شده دریته، میشه دریته. چهارم میشه فیخته، پنجم میشه فünfte، ششم میشه زکسته، هفتم میشه زیبته و هشتم میشه آخته و نهم میشه نوینته و تا 19 اینطوری بچه ادامه پیدا میکنه. یه دونه ت اضافه میشه. اوکی، یه دونه ت. ولی از اعداد 20 به بعد خب که ذاتاً دهگاناشون در واقع استفاده میشه دیگه، نه چون ما میگیم که ein und 20. اوکی، چون که دهگاناشون رو ما دوم میگیم. خب به خاطر همین برای 20 به بعد که میشه 20 30 40 50 60 70 80 90 است اضافه میشه. مثلا 20 میشه 20 ت. خب مثلا میگم که ein und 20 ت. خب الان مثلا دوم باشه بگم 22 مثلا ژانویه، میگم که 2 und 20 ت. دیگه با 2 کاری ندارم چون که 20 در واقع است رو گرفته. اوکی، خب پس میشه که 3 und 20 ت. پس از اعداد 20 به بعد که در واقع 20 30 40 50 60 70 80 90 هست است میگیره. خب اینم از اعداد ترتیبیمون. و اما بچه ها اگه با حالت روز استفاده کنیم، یادتون باشه حرف اضافه روزها گفتم چیه؟ آم هسته. ما آم رو هم مثلا برای ایام هفته با اسماش مثلا زامستاگ، زونتاگ، مونتاگ اینا میتونستیم استفاده کنیم آم رو. و همین که بچه ها با تاریخ میتونیم استفاده کنیم. مثلا بگم که روز 8 ژانویه، بگم که آم به خاطر اینکه با روز اومده، آم 8 یانوار. خب پس اگر در واقع چون روز رو مشخص میکنم 8 ژانویه یک روز هست بچه ها، پس همون حرف اضافهش مثل مونتاگ، دینستاگ اینا حرف اضافهش آم میشه، آم 8 یانوار. و یا اینکه میگم که از 8 تا در واقع 18 از 8 تا 18 یانوار. خب میگم که فوم از 8 یانوار، از 8 تا 18 ژانویه. خب بچه‌ها یه نکته یادداشت بفرمایید، ما بالا اعداد ترتیبی رو یه دونه ت اضافه کردیم، ولی الان اینجا میبینیم که یه دونه هم این گرفتن. خب این ان ها چی هست؟ بنویسین که اینجا حرف اضافه آن و پایین فون 20. هر ستای این حروف اضافه داتیوی هست. هر ستای اینا حرف اضافه داتیوی هست. و یه نکته بنویسین بچه‌ها، بنویسین اعداد ترتیبی
در آلمانی مثل صفت‌ها رفتار میکنن، یعنی صرف میشوند. صرف صفت در آلمانی انجام می شود. که صرف صفت ها رو بچه شما اینجا نخونید، توی آدو خواهی میخوند. خب ولی فعلا قانونش رو بدونید که اینجا در واقع آختن و آختنتن اینجا چون حالت صفتی واقع شده و صرف صفت انجام شده به خاطر این ان گرفته. اوکی؟ خب این از این مورد. بیایم وünsch کنیونکتیو 2. وünsch آرزوها بچه با فعل کنیونکتیو 2 ساخته میشه. کنیونکتیو 2 یک حالتی از فعل هست. کنیونکتیو 2 حالتهای آرزویی فعل هستن که چجوری استفاده میشه؟ اگر حالت آرزویی باشه جمله ما صرفی از فعل ووردن در جایگاه دوم و فعل اصلی به صورت مصدری در آخر قرار میگیره. صرف فعل ووردن هم اینجا یاد بگیریم. ووردن بچه یک حالت کنیونکتیو 2 شده هست. اوکی؟ ووده، وودس، سی ووده، ویا وودن، یا وودت و زیزی وودن. خب میگه که ich würde gern mit dir feiern. من دوست دارم که با تو جشن بگیرم. مثلا من یک جشن تولد میخوام که با تو جشن بگیرم. دوست دارم، آرزو میکنم که با تو جشن بگیرم. و با اکثر من با گرن میاد، چون گرن یعنی دوست داشتن دیگه، نه؟ خب پس به این صورت خیلی هم بچه مهمه. خب برای حالتهای آرزویی از فعل در واقع وورد استفاده میکنیم. خب و صرفش هم حتما یاد بگیریم. دقت کنید که اوملات داره. خب این از این درسمون گرامرش. بیاین صفحات 66 67 برای لکسیکونامون، دیکشنری های تصویری. خب das Weihnachten یعنی کریسمس. بچه اینجا اسم جشن ها رو یاد میگیریم. das Weihnachten کریسمس. Ostern Eide Park. زیلوستر شب سال نو که همون 31 دسامبر میشه. زیلوستر شب سال نو که 31 دسامبر میشه. نو یا سال جدید که همون روز اول ژانویه میشه. روز اول ژانویه که در واقع سال نوشون هست. گبرستاد تولد، جشن تولد. بیان صفحه بعدی. Hochzeit جشن عروسی. Ein Wohnungsparty بچه جشن افتتاحیه. مثلا شما به یه خونه جدید مثلا امتحان کردین، اساس کشی کردین، یا به یه دفتر کار جدید، مغازه جدید، خب بهش میگیم ein Wohnungsparty، جشن افتتاحیه. خب کارناوال هم که کارناوال همون جشن محلی که با موسیقی و رژه و اینا اکثرا همراه هست. Prüfungsbestehen یعنی امتحان رو با موفقیت گذراندن. خب اینم بیل لکسیکون. بیاین صفحه 65 عکس رو مشاهده کنیم که مطمئنم با عکس سر کار خواهیم داشت. خب گفته که ich würde am liebsten jeden Tag feiern. میگه من دوست دارم am liebsten از همه بیشتر دوست دارم هر روز فایر کنم، هر روز جشن بگیرم. خب Aufgabe 1 تکلیف 1 گفته که das müssen wir unbedingt feiern. میگه اونو müssen باید ما unbedingt حتما feiern جشن بگیریم. was ist richtig؟ چی درسته؟ sehen Sie das Foto an. عکس رو مشاهده کنید. hören Sie گوش کنید. und kreuzen Sie an و علامت بزنید. خب عکس که در حال کد و پیچی هست و حقن هم گوش کنیم، بعدش به این سوالها جواب میدیم. خب قبل از گوش کردن در واقع نیک möchte Alisa zu Isabellas Überraschungsparty einladen. میگه که نیک میخواهد آلیسا رو به مهمانی سورپریز الیزابت دعوت کنه. بعد میگه که sein Examen mit Alisa feiern. میخواد که در واقع اگزامن یعنی در واقع قبولی امتحانشو با آلیسا میخواد جشن بگیره. و آلیسا hat heute Abend Zeit. ببینیم که آلیسا امروز وقت داره
برای اینکه ist heute Abend schon eingeladen امروز دعوت شده، یعنی قبلا امروزش رزرو شده، قبلا دعوت شده، eingeladen شده. خب ببینیم هوگن چی میگه بچه هوگن دو قسمتی از قسمت بهش هم دقت کنیم. گفته هوگن زی noch einmal، یک بار دیگه گوش کنید اون کوگن زیدی زتزه و درست کنید جملات رو. میگه که آلیسا hat den Brief von Nick noch nicht gelesen. میگه آلیسا نامه‌ای که از سمت نیک بوده رو هنوز نخونده. بعد گفته که gestern hat Elisabeth ihre Prüfung mit einer 3 bestehen. میگه که دیروز الیزابت امتحانش را با نمره 3 قبول شده، با یه نمره 3 قبول شده. Die Überraschungsparty Party مهمانی سورپریز ist im September، هست در سپتامبر. آلیسا kommt sicher noch heute Abend. گفته که آلیسا می آید sicher مطمئنا قطعا امروز عصر، که خودش گفته فیلاش شاید بیاد. خب هوگن رو گوش کنیم به 2 تا از سوالامون آ و ب جواب بدیم یک جا. درس 24 Aufgabe 1. Lektion 24. Ich würde am liebsten jeden Tag feiern. Aufgabe 1. Ja, hallo, hier ist Alisa. Hey, Nick. Du, warte mal kurz. So, jetzt. Na, was läuft so? Was läuft? Hast du meine E-Mail nicht bekommen? Nö, ich war noch nicht online. Was ist denn? Gestern war doch der 15. Oktober. Der 15. Oktober? Na und? Weißt du es denn nicht mehr? 15. Oktober. Na? Isabellas Abschlussprüfung. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Wie war's denn? Hat sie ihr Examen bestanden? Ja, mit einer 2. Wow. Ist das nicht toll? Ja, super. Du, das müssen wir unbedingt feiern. Ja, wir machen heute Abend eine Überraschungsparty für Isabella. Bei mir zu Hause. Heute Abend? Du kommst doch, oder? Nein, das geht leider nicht. Was? Warum denn nicht? Ich habe schon eine Einladung für heute Abend. Oh, das ist aber schade. Ja, finde ich auch. Ich würde so gern mitfeiern. Kannst du nicht danach noch kommen? Wir feiern sicher bis spät in die Nacht. Danach? Ach komm doch. Wir würden uns alle so freuen. Okay, ich versuch's. Super. Also dann, bis später. Bis später. Tschüss. خب همونطور که دیدیم مکالمه ما بین نیک و آلیسا بود و نیک برای این به آلیسا زنگ زده بود که برای مهمانی سورپریز ایزابلا دعوتش کنه، آینلادن کنه. پس گزینه اول درسته. بعدش آلیسا همونطور که دیدیم گفت من قبلا دعوت شدم، حتی داشت کادو پیچی میکرد قبل از اینکه اصلا نیک اینو دعوت کنه. این در حال کادو پیچی بود، معلوم بود که اصلا قبلا به یه مهمان دیگه دعوت شده بود که داشت کادو پیچی میکرد. پس ist heute Abend schon eingeladen، پس قبلا برای این امروز دعوت شده بود. پس اینم گزینه دومش درست میشه. خب و اما اینکه در جملاتی که گوش کردیم آلیسا ها den Brief von Nick noch nicht gelesen، نامه نبود، ایمیل رو نخونده بود. بعدش میگه gestern hat Isabella ihre Prüfung mit ein 3 bestehen. میگه با 1 قبول شده بود، نه با 2 قبول شده بود. بچه نمره 1 از همه بهتره، 2 1 کوچولو از اون ضعیف‌تر میشه، 3 از اون ضعیف‌تر، یعنی رفته نمرهشون 6. خب 3 تقریبا متوسطشونه.
خب بعد شماره 3 میگه که die Überraschung party ist im September. در سپتامبر نه در اکتبر بود. نیک گفت آلیسا kommt sicher noch heute Abend. گفت که مطمئن امروز میاد، که نه گفت که من به یه مهمان دیگه دعوتم، ولی فرزوخه تلاشمو میکنم، پس به خاطر من فیلاش بیاد. اوکی، فیلاش بیاد. و اما Aufgabe 2 میگه که wir würden das gern feiern. میگه ما میخواییم که دوست داریم که جشن بگیریم. بعد میگه که überfliegen Sie die Texte. überfliegen یعنی که چشم انداختن، به صورت پروازی متن رو نگاه کنید. welche Foto passt، کدوم عکس مناسبه. 4 تا عکس داریم و 4 تا متن. was meinen Sie، نظر شما چیه. achten Sie auf die Kleider، به لباسان میگه توجه کنید. در واقع میتونین تشخیص بدیم. خب آ میگه که 25/12 میگه که دیز یاغ، میگه که امسال haben wir den heiligen Abend بچه heiligen مبارک، یه همچین حالتیه، خیلی در واقع خوب میدونن. هایلینگ آبند هم شب کریسمس رو میگن هایلینگ آبند. خب میگه که ما امسال هایلینگ آبند رو، شب کریسمس رو بای تانته، با عمه لیزی گفایق جشن گرفتیم. بیا ما داس واقعا میگه ما بودیم، مامانم، پاپا بابا، هولگا، کاترین اون این اسماشونو گفت. فور کاترین برای کاترین واق اس داس اخست فست، میگه اون اولین جشنی بود. فست یعنی جشن. این اون زار فامیلی در خانواده ما. اون ایشموس ماینم و من باید ماینم بغودا برادرم رو ویرکلیش واقعا گراتولیرن تبریک بهش بگم. گود گماخت آفرین. هرزلیشن گلوک وونشن تبریک صمیمانه میگم. خب تو داینا نوی فوقوندیم برای دوست دختر جدیدت کاترین. برای دوست دختر جدیدت کاترین ایست ویرکلی زانت، میگه کاترین واقعا نته، مهربونه. خب آ رو به کدوم چیز میکنیم؟ خب شب کریسمس که به همه کادو میدن. خب تصویر ب آ. تصویر دوم متن آ. بیا متن ب میگه که هلو ایا آله، سلام به همه شما. unsere liebe Freundin Isabella hat ihre Abschlussprüfung bestanden گذاشته است. میگه که دوست ما ایزابلا Abschlussprüfung امتحان پایانیش رو bestanden با موفقیت قبول شده. kommt alle zu Überraschung Party، میگه بیاین همتون به Überraschung Party، مهمانی سورپریز. wohin کجا؟ zu Nick und Susanna، یعنی که در خانه نیک و زوزانا. وان که am Freitag در روز جمعه، den 16. اکتبر در 16 اکتبر، ab 20 Uhr از ساعت 8 شب به بعد، از ساعت 20 شب به بعد. بعد گفته Getränke haben wir، نوشیدنی ها رو ما داریم. essen müssen ihr bitte mitbringen، در واقع خوردنی ها رو موسن باید یا شما بیت لطفا mitbringen به همراهتون بیارین. یعنی امتحان A1 A2 B1 همشون همین شغالشون همین محوره، یعنی اینطوری بگم، یعنی کاملا دوباره کپی پیست آزمونتونه. خب و اینم در واقع تصویر آخر به متن ب میخوره. خب و اما ت میگه که 30 Jahre 30 ساله تایا رونی، میگه خب رونی jetzt bist du leider alt، میگه الان هستی تو متاسفانه پیر. da kann man nichts machen، میگه دیگه آدم هیچ کاری نمیتونه انجام بده. oder doch یا doch البته که میتونه. ein bisschen mehr für die Fitness tun، میگه که یه خورده بیشتر فیتنس تون، در واقع حرکت‌های فیتنسی انجام بده. vielleicht شاید. du kannst gleich anfangen، میگه که تو میتونی gleich درست، یعنی تو همون لحظه anfangen شروع کنی. هی حالت خنده هست. بعد گفته که hoffentlich خوشبختانه magst du die Hantel، خوشبختانه تو دنبله رو دوست داری. aber auch entspannen muss،
مستو میگه اما همچنین انتشپانه، یعنی باید استراحت کنی تو. jetzt natürlich mehr میگه که الان دیگه طبیعتا تو باید استراحت کنی. hast du am 4. Mai Abendzeit، البته آلمانش مای، میگه که تو am 4. Mai Abendzeit، تو در 4 می عصر وقت داری. بعدش میگه که بچه دو آم در واقع فیختن باید بگم، ان بگم. چرا؟ چون که آم آورده، پس فیختن مای آبنزایت، تو در 4 می وقت داری. Ich würde dich gerne ins Kino einladen، من دوست دارم که تو رو به کینو einladen کنم، دعوت کنم. herzlichen Glückwunsch یعنی تبریک صمیمانه، deine Freundin دوست دختر تو آلیسا. خب باشه اینم دقت کنید بالای اینجا، بالای این متن، کینو گوتشاین یعنی بلیت هدیه سینما، بلیت هدیه سینما گوتشاین. خب و همونطور که دقت کردین دوست دخترش بود، یه خوردم که در حال تولد 30 سالگی شده بود، باش شوخی کرده بود که در واقع تو پیر شدی. خب و عکس در واقع اولمون هم که خود کتاب زده برای متن سی. و ده میگه که لیب آلیسای عزیز بیازین گلوکلیش، ما خوشحال هستیم، اون zufrieden و راضی هستیم، دن چون که گرامر درس قبلی، دن چون که wir haben endlich in Ismaning unser Traumhaus mit Garten gefunden. میگه که ما اندیلیش نهایتاً در ایزمانینگ ترام هاوس خانه رویاییمون رو میت گاختن با باغ گفوندن پیدا کردیم. ویا بودن دست گرن میت دیا فایرن، ما دوست داریم که اونو با تو جشن بگیریم. بای unserer Haus ein Wohnungsparty میگه که در مهمانی افتتاحیه خانه ما am Samstag در روز شنبه den 31. Juli میگه که در 31 یولی در 31 یولی ab از 15 Uhr از ساعت 3 به بعد kommst du میایی تو bitte antworte uns bis zum 15. یولی، لطفا جواب بده به ما تا 15 یولی. wir würden uns sehr freuen، ما خیلی خوشحال میشیم. تین und آلیاندرو، در واقع تینه و آلیاندرو که هم اسمش نوشته. دوباره بچه دقت کنید خطاب نامه داشت لیب آلیسا و احترامات آخر نامه و اسم خودشون. خب اینم در واقع ده هم میخوره به عکس سومی. خب بیاین قسمت ب میگه که لزنزی دی تکس نخ آنمال، متن رو یه بار دیگه بخونید و کوگویزنزی آن و علامت بزنید. آلیسا کنت کاترین شون لانگه، میگه آلیسا کاترین خیلی وقت بود که میشناخت. نه، اولین جشن بود که با دوست دختر برادرش داشتن جشن میگرفتن، هایلینگ آبند رو، جشن کریسمس رو، پس خیلی وقت بود میشناخت. نه این غلط میشه. ایزابلا وایس نیشت فونده پاخته، میگه که ایزابلا نمیدونه از پارتی. خب بله نمیدونست دیگه، چون که او باقاشون پاختی بود، امتحان قبول شده بود، همکلاسیاش براش او باقاشون پاختی گرفته بودن، پس خبر نداشت. میگه که آلیسا شنکت رونی einen Gutschein für ein Fitnessstudio، میگه آلیسا میفرستد به رونی که همون دوست پسرش بود یک گوتشاین بلیت هدیه باشگاه را، فیتنس استودیو را. نه فیتنس استودیو نبود، این غلط میشه، کینو بود، سینما بود. تین und آلیاندرو sind umgezogen، میگه که تین و آلیاندرو اساس کشی کردن. بله اساس کشی کرده بودن که جشن افتتاحیه خونه‌شون رو گرفته بودن و آلیسا رو میخواستن دعوت کنن، پس این هم درست میشه. و اما صفحه بعدی Aufgabe 3 میگه am 4. Mai، میگه در 4 مای markieren Sie das Datum in den Texten، مارک کنید شما تاریخ ها را در متن. این zweite
در متن دوم ارگنزنزی پر کنید شما دانسه پستی پاسند فرم های مناسب را. هیلف فینتنزی این دن تابل اونتر میگه که کمک بگیرید از جدول پایین. خب که من پیشنهادم برای اینه که شما مثلا گرامر رو یاد گرفتین، اعداد ترتیبی رو یاد گرفتین، مثلا جایی لازم نیست نگاه کنید. خب اگر با آم بیاد آخرشون ان میگیره. اگه آم نیاد در واقع اگر 1 تا 19 باشه فقط تئه، 20 به بعد باشه استئه. خب الان میگه که هویته ایستی 25 چون آم نداره پس میشه استئه. 25 دسامبر امروز 25 دسامبر و چون در اومده فقط استئه و چون 20 به بعد استئه. دی اوباغشون پختی ایست آم. ببین آم اومده. خب گفته که زکتن تن پس ان میاریم. اوکی، یعنی ت رو داشتیم انش هم اضافه میکنیم به خاطر حالت داتیوی و آم. زکتن تن اکتبر. بعد میگه که آلیزا مشته غونی آم. خب چندم می میخواسته به کینو دعوت کنه؟ 4 و آم آورده فیختن مای. دی ein Wohnungsparty ist am 31. جولی. خب دوباره آم اومده، 30 به بعد استئه شو داریم و چون آم اومده یه اینم اضافه میکنیم 31. جولی 31 جولی. دوباره گرامر درسمون اینجا گفته و اگه آم و فون و توم که همشون داتیو ساز بیاد اعداد ترتیبیمون یه دونم ام میگیره. خب قسمت ب میگه که über feste sprechen در مورد جشن ها صحبت کردن. meine drei Lieblingsfeste میگه که 3 تا جشن محبوب من arbeiten Sie zu dritt. شما کار کنید ستایی در صفحه 87 هست، صفحه 87 که در مورد جشن صحبت میکنه و تاریخ هاشون بچه ها. بعد میگه که Glückwünsche und Geschenke. Welches Fest passt zu den Glückwünschen بچه یعنی تبریک ها. پس Glückwünsche und Geschenke تبریک ها و Geschenke هدایا. welche Fest کدوم جشن پاس مناسبه zu den Glückwünschen برای در واقع این تبریک ها. sehen Sie ins Bildlexikon نگاه کنید بیلدکسیکون رو و نوتیقن زی و یادداشت برداری کنید. ببینید بچه ها herzlichen Glückwünsche یعنی تبریک صمیمانه. gutes frohes neues Jahr. خب gutes frohes neues Jahr یعنی که تبریک سال نو، شاد باش سال نو. frohes Weihnacht تبریک کریسمس. بعدش خب که اینو گفته که herzlichen Glückwunsch که تبریک صمیمانه هست گفته برای گبورسات تولد و هوخزایت و حالا 3 نقطه هم گذاشته برای چیزای دیگه هم میشه. و گود گماخ یعنی آفرین، تو یه چیز خیلی خوبی انجام دادی، من میگم گود گماخ یعنی خوب کاری کردی، آفرین. آلس گوته. خب این تقریبا بچه آلس گوته یک تبریکی هست که همه جا میتونی استفاده کنی، مثل بهترین ها، مثل موفق باشی. خب آلس گوته بهترین ها و موفق باشی، با آرزوی بهترین ها که همه جا به نظر من میشه استفاده کرد. الان بچه herzlichen Glückwünschen تبریک صمیمانه رو یکی گفته برای گبورستاگ، یکی گفته برای هوخزایت. شما اضافه کنید برای پروفونز بشتیهن هم میتونیم استفاده کنیم و Einwohnungsparty هم میتونیم استفاده کنیم. بعد گفته که یعنی که برای امتحان و برای جشن افتتاحیه. Gutes frohes neues Jahr. خب تبریک سال نو برای زیلوستا میتونیم بگیم، تبریک سال در واقع شب سال نو و نوی یار سال جدید میتونیم بگیم. frohes Weihnacht بچه ها در واقع همون برای وایناخت فقط میتونیم استفاده کنیم. ذاتا میگیم که شاد باشه کریسمس دیگه، پس فقط برای کریسمس استفاده میشه. شماره 4 که گفته گوت گماخت برای پروفونز بشتاندن برای قبولی امتحان استفاده میشه. گوت گماخ آفرین، تا یه چیز خیلی خوبی انجام دادیم، مثلا پروفونز بشتانده.
و alles Gute گفتم برای خیلی جاها میتونیم استفاده کنیم. موفق باشی، با آرزوی بهترین ها. ببینید برای Geburtstag تولد میتونیم استفاده کنیم. Hochzeit میتونیم استفاده کنیم، عروسی. Berufungsbestanden قبولی آزمون میتونیم استفاده کنیم. Einwohnungspacht میتونیم استفاده کنیم. بچه alles gut و یعنی 1 و 5. 1 و 5 اصلا بیشتر کاربرد داره. Herzlichen Glückwunsch و alles Gute اصلا بیشتر کاربرد داره. شما خیلی جاها میتونید استفاده کنید. گفته was schenken oder bekommen Sie gern sprechen Sie. میگه چی دوست دارین؟ schenken در واقع هدیه بدیم و bekommen دریافت کنید. sprechen Sie. خب مثلا میگم که am liebsten دوباره بچه الگوی مکالمه هست. خب نه اینکه بخونیم معنی کنیم رد بشین. یعنی شما این الگو رو به نفع خودتون استفاده کنید با چندین تا مدل. خب میگه am liebsten از همه بیشتر bekomme ich دوست دارم دریافت کنم من Konzert Tickets بلیت کنسرت رو denn چون که ich liebe موزیک من موزیک دوست دارم und کنسرت و کنسرت دوست دارم. بعد میگه که sind immer besser als CD. خب یه بار دیگه بچه‌ها denn چون که ich من liebe دوست دارم موزیک رو und و کنسرت ها sind هستن ایما همیشه بسا بهتر از سیدی ها. ich schenke gern Gutschein. میگه که من شنکه گرن دوست دارم هدیه بدم. حالا من اینو نوشتم به طور مثال میگم گوتشاین کارت هدیه بدم. مثلا این گوتشاین بچه کارت هدیه همیشه میتونه باشه. میتونه باشه کینو گوتشاین کارت هدیه سینما، میتونه کنسرت گوتشاین، میتونه کارت هدیه در واقع کنسرت باشه یا فیتنس استودیو یا مال فیتنس استودیو باشه. واسه این کارت هدیه مال همه جا میتونه باشه. خب Aufgabe 5 میگه wir würden das gerne mit dir feiern. ما دوست داریم کنه با تو جشن بگیریم. Was bedeuten die Sätze؟ میگه چی معنی میدهن جملات؟ Kreuzen Sie an علامت بزنید. بچه دوباره گرامر wünsche یعنی آرزو رو با چی انجام بدیم؟ با würden انجام بدیم. ما میخواد نشون بده گرامرش چی بود؟ حرفی از فعل würden در جایگاه دوم و فعل اصلی به صورت مصدری در آخر. میگه که ich würde gerne mit dir feiern. من دوست دارم اون رو با تو جشن بگیرم. بچه اعوضی هم würde هست دقت کنه. میگه که er würde gerne mit dir feiern. او دوست داره که با تو جشن بگیره. خب الان معنی 1 و 2 تا گزینه داده. ببینیم چی معنی میده. میگه که ich würde dich gerne ins Kino einladen. میگه که من würde در واقع دوست دارم آرزو میکنم این کینو در واقع به سینما einladen دعوت کنم دیش تو رو. یعنی چی؟ چون با بوده با möchte هم معنی هست. بچه‌ها میگم ich möchte mit dir ins Kino gehen. من میخوام با تو به سینما برم. هاست تو سایت تو وقت داری؟ خب از یک نمیتونه باشه. میگه که wir gehen ins Kino ما میریم به سینما. ich freue mich من خوشحال میشم. این نه. پس با möchte würde با möchte. و دومی هم میگه wir würden das gerne mit dir feiern. ما دوست داریم کنو با تو جشن بگیریم. خب گفته که du kommst zu der Feier. میگه تو میای به جشن. das finden wir schön. به نظر ما زیباست. ولی بعدی گفته wir möchten gerne. ما دوست داریم ترجیح میدیم که mit dir feiern با تو جشن بگیریم. kommst du میای تو. پس در هر دو تاش بچه گزینه‌های دومشون درسته. Arbeiten Sie zu dritt کار کنید شما ستایی. Was würden Sie am liebsten jeden Tag machen؟ میگه چه چیزی رو دوست دارین شما am liebsten دوست دارین اصلا بیشتر دوست دارین ترجیح میدین هر روز انجام بدین. Notieren Sie und erzählen Sie و تعریف کنید شما. خب میگه که من دوست دارم که spät aufstehen دیر از خواب بیدار بشم. Geld verdienen Geld gewinnen پول برنده بشم. حالا ماقیا و فاطیما حالا اینم آدمای دیگه هستن. دوباره بچه‌ها هدف الگوی مکالمه است. یعنی که خودتون رو گول نزنید روخانی کنید رد بشین. این الگو هست من میخونم معنی میکنم ولی این ارزشش به اینه که شما با این جمله سازی کنید. طبق این الگوی مکالمه بیاین بیشتر جمله سازی کنید. گفته که ich würde gerne jeden Montag spät aufstehen. میگه که من دوست دارم هر دوشنبه spät دیر aufstehen از خواب بیدار بشم. اوه یا das würde ich auch gerne. میگه اوه بله اونو منم خیلی دوست دارم. اون دو و تو
Was würdest du am liebsten jeden Tag machen؟ تو چی دوست داری که هر روز انجام بدی؟ خب بعد از این الگو ich würde gern jeden مثلا تاگ هر چی هست اینجا بنویسیم. خب گفته که aufgabe 6 گفته که Träume در واقع آرزوها، رویاها. Was würden Sie gern machen؟ شما چی دوست دارین انجام بدین؟ Arbeiten Sie auf Seite 87. کار کنید شما در صفحه 87 صفحه 87 که در واقع دوباره همون am liebsten یا از فعل würden استفاده کنید در صفحه 87. صفحه بعدی مینی پروژه کوچیک Feste in den deutschsprachigen Länder میگه که جشن‌ها در کشورهای آلمانی زبان. Arbeiten Sie in Gruppen کار کنید شما در گروه ها. Wählen Sie ein Fest میگه یک جشن رو انتخاب کنید. Aus Deutschland از آلمان، Österreich Autriche در شوارد از سوئیس. Und ergänzen Sie den Fragebogen ergänzen پر کنید شما Fragebogen یعنی پرسشنامه را پر کنید. Recherchieren Sie im اینترنت میگه که جستجو کنید شما در اینترنت. یعنی الزاما خب معلومه تو شما اطلاعات در مورد جشن‌های آلمان و اتریش نداشته باشین، به خاطر هم میگه که recherchieren کنید در اینترنت، جستجو کنید اطلاعات را در اینترنت. خب میگه که wie heißt das Fest جشن چی نام داره؟ حالا یه مثال اینجا خودش آورده. زیلوستر جشن شب سال نو. Wann ist das Fest کی هسته؟ میگم که am 31.12. Mit wem feiert man؟ با کی جشن میگیره؟ mit Freunden با دوستان، bekannten آشنایان، verwandten خویشاوندان. wo feiert man کجا آدم جشن میگیره؟ تو حافظه تو خونه میتونه جشن بگیره. by Freunden پیش دوستان. این دیسکوتک در یک دیسکوتک، یک کلوب دیسکو. و draußen بیرون. was trinkt oder isst man چی می نوشه و یا میخوره آدم؟ زکت بچه‌های همون شامپاین آلمانی میگن زکت. در ساعت 24 و در ساعت 24 که ذاتاً جشن همون موقع انجام میشه دیگه. was macht man آدم چیکار میکنه؟ تانزن میکنه. بعد gemeinsam essen با هم میخوره. gemeinsam به طور مشترک essen میخوره. was ist noch wichtig دیگه چیا مهمه؟ das Feuerwerk آتشبازی. بعد در ساعت 24 و در ساعت 24. بچه بس یک جشن رو شما هم انتخاب میکنید، اسم جشن رو مینویسید، وان چه زمانی انجام میشه، با چه کسایی آدم جشن میگیره، کجا جشن میگیره، was trinkt oder isst چی میخوره و مینوشه، was macht man آدم چیکار میکنه، مثلا تانزن میکنه، was ist noch wichtig دیگه چیا مهمه، مثلا اینجا فویاورک بوده. خب جشن‌های بیشتری رو شما بنویسین با تاریخ‌هاشون، مکان‌هاشون، با کی آدم میتونه جشن بگیره، چیکارا میکنه و کامل توضیح بدین. اختیار این کورس بعد تو کلاس توضیح بدین. ببینید اینطوری das Fest ist Silvester جشن زیلوستر هست. das feiert man am آدم جشن میگیره اون رو am در 31 دسامبر در 31 دسامبر. یعنی اینو که اینطوری نوشتیم بیان اینطوری هم جمله سازی کنید و یا از متن‌های ببینید صفحه 66 ببینید اینطوری متن‌های کوتاه نوشته. از جملات اینا هم میتونید کمک کنید و جمله سازی کنید. میگم این الگوها ارزششون به نوشتن و بعد نوشتن هم نوشتن که حداقل 3-4 تا باید بنویسید، بعدش تمرینش فقشن کنید. یعنی که ارزششون به اینا هست، نه اینکه روخانی کنید و برید. اوکی؟ بیایم ببینیم کمیونیکاسیونش چی به ما میخواد یاد بده. وünsch äußern آرزوها رو بیان کردن. im Sommer در تابستان würde ich gern دوست دارم من eine Reise یک سفر ماخن انجام بدم. am liebsten از همه بیشتر nach Las Vegas به سمت لاس وگاس میخوام برم. ich möchte gern من دوست دارم حالا هرچی. بعد gratulieren در واقع تبریک گفتن. gratulieren تبریک گفتن. به چندین مدل میتونیم تبریک بگیم. herzlichen Glückwunsch تبریک صمیمانه. frohe Weihnachten در واقع frohe Weihnachten تبریک کریسمس، شاد باشه کریسمس. gutes frohes neues Jahr تبریک سال نو، سال نو خوبی داشته باشید. gut gemacht
آفرین، خوب انجام دادی، ولی معنیش آفرینه. alles gut یعنی بهترین آرزوها، موفق باشی. خب بچه ها، به پایان درس 24 و همینطور پایان منشن آیکمون رسیدیم. بهتون تبریک میگم. واقعا از خودتون تشکر کنید که برای رشد درونیتون وقت گذاشتین و تا پایان کتاب اومدین. واقعا تبریک میگم بهتون و خسته نباشین. انشالله در آدو دوباره میبینمتون. خسته نباشین.